أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید: باب تأکید تحریم مال الیتیمی، یعنی که باب در مسئله با شدت حرام بودن مال یتیم. مال یتیم را خوردن با شدت حرام است، بسیار حرامی سخت می باشد. یتیم کی را میگویند؟ یتیم کودک، یعنی آن پسر بچه یا آن دخترچه که حالا به بلاغت نرسیده است، پدرش وفات میکند. وقتی پدرش وفات کرد، فرزندی به بلاغت نرسیده داشته باشد، آن فرزند یتیم است، چی پسر باشد و چی دختر. پس مال انا همون پسرچه و دخترچه که یتیم هستند، مالشان را خوردن بسیار با شدت حرام می باشد. امام نووی رحمه الله در زیر این باب 3 آیت و 1 حدیث برای ما و شما تقدیم و پیشنهاد می گرداند. اولین آیتی که می آرد می گوید: قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی در سوره نساء آیت 10 می فرماید: ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. الله سبحانه و تعالی می فرماید: ان الذين، هر آینه کسانی که، آن شخص هایی که یأکلون اموال الیتامی ظلما، یعنی میخورند مال یتیمان را از روی ظلم، از روی ستم. مال یتیم ها را از روی ظلم و ستم کسانی که میخورند، انما یأکلون فی بطونهم نارا، هر آینه در شکمهای اونها آتش می باشد. هر آینه یأکلون، اونها میخورند، فرو میبرند به شکمهایشان آتش را. یعنی هر کسی که مال یتیم میخورد، پس آن کس لقمه طعام نه، بلکه پارچه از آتش را، پارچه از علو را در شکمش انداخته است. و سیصلون سعیرا، الله سبحانه و تعالی میگوید به زودی میدرآیند انسانهایی که مال یتیم میخورند به آتش فروزان، به آتش تسبان خواهند افتید آن کسانی که مال یتیمان را میخورند. پس مال یتیم را خوردن بسیار با شدت حرام می باشد. و در مسئله تصرف کردن مال یتیم، مثلا کسی در دستش مال یتیم هست، اون انسان نمیتواند این مال یتیم را به کسی دیگر قرض بدهد. قرض دادنش جایز نمی باشد. از مال یتیم، مثلا در دست شما مال یتیم هست، کسی نزد شما می آید میگوید مرا فلان مقدار سوم قرض بده، تو از مال یتیم به اون انسان قرض دادن نمی توانی، یا در زندگیت از مال یتیم صرف کردن نمی توانی. حرام و ناجایز است صرف کردنش یا قرض دادنش به کسی. اما در جایی که شما دیدید اون مال یتیم در خانه بیهوده ایستاده است و می توانید که در یک تجارت، در یک معامله قرار بدهید و اون مال یتیم را زیاد کنید، اگر شما سعی و کوششتان را بکنید و در جای این مال را بدهید که باوری زیاد دارید که این مال آخرش به هدر نمی رود، آخر شما ضرر نمی بینید، اگر که مال یتیم را با نیتی خالص و با نیت زیاد شدن و با باوری پره که
از این معاملتون شما سود و فایده در مال یتیم میارید، در این صورت جایز است شما اون را در معامله همراه بکنید، در معامله همراه بکنید. اما فایدهش برای شما نمی شود، فایدهش برای همون یتیم خودش می شود. اما اگر شما سعی و کوششتون نکردید و جای بود که اصلا در اونجا شما فایده می گرفتید اما رفت و فایده گرفتن نتوانستید، در این صورت شما گناهگار نمی باشید. شما گناهگار، اگر ضرر هم دیدید شما گناهگار نمی باشید. چرا؟ زیرا اینکه شما سعی و کوششتون را انجام داده بودید. پس این اولین آیت برای بسیار با شدت حرام بودنی مال یتیم. و دومین آیت را امام نووی رحمه الله میگوید، امام نووی رحمه الله میآورد و میگوید و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است در سوره انعام آیت 152، الله سبحانه و تعالی میگوید ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتي هی احسن، یعنی نزدیک نشوید شما به مال یتیم مگر بر راهی که نیکو است. شما تصرف نکنید مال یتیم را مگر به آن شیوه، به آن طریقه که اون نیکو باشد. یعنی چی؟ یعنی شما مال یتیم را در یک تجارت، در یک معامله درست قرار دادید، باور داشتید که شما از اون معامله سود و فایده به مال یتیم میارید، پس انا همین طور باشد شما میتوانید مال یتیم را در اون تجارت یا در اون معامله همراه بکنید. اما به غیر این، یعنی شما مال یتیم را بگیرید و تجارت کنید و فایده اون مال را خودتون بگیرید، این حرام و ناجایز است. اون مال و فایده اون مال همه از یتیم می باشد. الله میگه ولا تقربوا، تصرف نکنید شما مال یتیم را الا بالتي هی احسن، مگر با طریقه نیکو. یا در خودی همون یتیم هم وقتی که صرف میکنید اگه اون چیز میخرید و باید این صرف کردنتون با اسراف نباشد، آنچه که لازم است آن را بگیرید، زیرا که یتیم حالا کودک است نمیداند فایده اش را از ضررش فرق کردن نمیتواند، پس این طور نیست که هر چیزی که بخواهد بیهوده و باهوده اون را خریدن بگیرید، نه، بلکه به شیوه نیکو اون مال یتیم را به اون یتیم صرف میکنید. یا در معامله و تجارت هم دادید، نگاه میکنید که آیا باوری هست از اون تجارت، از اون مالی که شما در اون راه دادید، یعنی فایده میگیرید یا نه. اگر باوری کامل داشته باشید یا اطمینان داشته باشید که از اون تجارت فایده میبینید و تلاشتون را کردید، در این صورت جایز است. اما اگر بی اهمیتی کردید و فایده میبینید نمیبینید، توکلی اون سوم را دادید، اگر ضرر آوردید در مال یتیم، در این صورت شما گناهگار هستید، شما در روز قیامت جواب خواهید گفت. این بود دومین آیت. و سومین آیت امام نووی رحمه الله میگوید و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است در سوره بقره آیت 120، الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیت 120 میگوید و یسألونک عن الیتامی، یعنی تو را میپرسند درباره یتیمان، تو را درباره یتیم ها میپرسند، قل اصلاح لهم خیر، پس بگو که اصلاح کارهایشان برای شما خیر است. یعنی درباره یتیم همین است که اصلاح بیارید، در کارهایشان اصلاح بیارید، به فایده یتیم کار بکنید، این خیر و به فایده خود شما می باشد. و این تخالطوهم فاخوانکم، اگر که تخالطوهم یعنی مخالطه شود، اگر مال شما مشترک باشد با مال اون یتیمان، فاخوانکم، پس در این صورت اون یتیمان برادران شما هستند، اونها برادران شما می باشد. والله یعلم المفسد من المصلح، الله سبحانه و تعالی مفسد رو از مصلح، از صلاحکار خوب میداند و خوب میشناسد. خب این آیت چی معنا دارد؟ این آیت اولا سبب نزولش را که فهمیدیم،
پس معنای این آیت را خوب درک میکنیم. این سبب نزول این آیت، اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعضی اشان که در نزدشان فرزندان برادرانشان یتیم یا فرزندان خواهرانشان یتیم بود، بگن در زیر دستی اینها بود، در زیر دست امکش یا تقاش بود یتیم، و اون یتیم ها مال داشتن. پس مال اونها با مال این کسی که اون یتیم را نگاه و بین میکرد، با این مال سرپرست یتیم یک جایه بود، یک جایه میچراندن، یک جایه از اون مال استفاده میبردن. وقتی که درباره بسیار با شدت حرام بودن مال یتیم آیت نازل شد، پس اصحاب پیغمبر، کسانی که صحابگان، کسانی که در خانه‌شون یتیم بودن، نگران شدن، نزد رسول الله آمدن، گفتن یا رسول الله ما در خانه یتیم داریم و مال یتیم در اون خانه با ما یک جا هست که بعضی وقت مال اون را استفاده میبریم در خانه و زندگانی، بعضی وقت مال ما را، خلاصه اینجا در مال همه یک جایه شدگی هست، چیکار کنیم؟ پس این آیت نازل شد و یسالونک عن الیتامی، یعنی تو را درباره یتیم ها میپرسن، قل اصلاح لهم خیرون، یعنی در کارهای یتیم ها شما خیر بیارید، اصلاح بیارید، نیکویی بیارید، خوبی برای یتیم بکنید. و این تخالطوهم فاخوانکم، اگر که مشترک باشد، اگر که مشارکت کند مالهای شما با مالهای اونها، یعنی مالهاتون یک جایه باشد، فاخوانکم، پس برادران شما هستند. یعنی به یکدیگر از حق یکدیگر گاه وقت شاید میرود در یکدیگر بخشیده شود و راضی شود دو جانب. یعنی که الله سبحانه و تعالی میگه فاخوانکم، برادرانتان هستند. والله یعلم المفسد من المصلح، الله میداند مفسد را از مصلح. یعنی کسی که مال یتیم را برقصد میارد در خانه زیادتر استفاده میبرد به نیت فساد، الله میداند. و کسی که رعایت میکند حق حقوق را تا اینکه حق یتیم را نخورد و چیزی که برای یتیم لازم میشود همون را صرف کند و باقی ماندهش برای یتیم نگه بدارد، الله این را میداند. این مصلح را، این خیرخواه را، این انسان درستکار را الله جل جلاله همچنین میداند و میشناسد. پس این سبب نزول این آیت است و الله جل جلاله در این آیت اون کسانی که مالهاشون با مالهای یتیم یک جا هست اونها را گفت فاخوانکم، پس شما با یکدیگر برادر می باشید، یعنی یکدیگر را حقاتون بخشیده شود و شما فقط سعی و کوشش میکنید از مال یتیم زیاد مصرف نکنید و بیهوده اسراف مال یتیم رو نکنید. این سعی و کوشش و این وظیفه شما هست. پس این بود 3 آیت در زیر بابی با تأکید حرام بودن مال یتیم. اکنون میگذاریم در قسم حدیث که یک حدیث در زیر این باب میارد. این یک حدیث این باب حدیث 1613 کتاب ریاض الصالحین است. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1613 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن ابی هریره رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، میگوید که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگویند اجتنبوا السبع الموبقات، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید پرهیز بکنید شما از 7 گناهی که هلاکت آور است، 7 گناهی که شما را به هلاکت میرساند. پس شما از اون 7 گناه پرهیز بکنید، دوری بجویید. قالوا یا رسول الله و ما هن، پس اصحاب پرسان شدند که رسول الله صلی الله علیه و سلم آن چی گناهانی هستند، اون کدام گناه ها هستند؟ قال، رسول الله صلی الله علیه و سلم آن گناه را بیان کردند، گفتند الشرک بالله، یکمین چیزی که انسان را به هلاکت میبرد این شرک به الله جل جلاله است. شرک به الله انسان را هلاک میکند. الله سبحانه و تعالی در حدیث قدسی میگوید انا اغنى الشرکاء عن الشرک، الله میگوید من بنیاز ترین شریکان از شرک هستم، من احتیاج بر
شریک ندارم، به نیاز هستم. الله میگه من محتاج نیستم به شریک. ببین هر انسان یک کار کردنی میشود احتیاج به شریک دارد. خانه ساختنی میشه دبرت یک کس باشد کمکت کند، یک کار کردنی میشه دبرت یک کس باشد کمکت کند. یعنی شریکت باشد برای تو خوب است، با فایده تو هست. اما الله جل جلاله میگه من احتیاج به شریک ندارم، انا اغنى الشرکای عن الشرک. پس الله میگه من عمل عملا، هر کسی عمل رو انجام بدهد، هر انسان عمل رو انجام بدهد که اشرک فیه معی غیری، میگه که در اون عمل غیر من رو شریک بیارد. یعنی یک عمل رو انجام بدهد در اون عمل شرک بیارد، ترکته و شرکه، الله جل جلاله میگه من اون انسان رو با شرکش ترکش میکنم. اون انسان رو میگه با شرکش من ترک میکنمش. پس شرک بسیار مسئله خطرناک میباشد. شرک در چندین چیز است. در محبت میشود شرک باشد، در عبادت میشود شرک باشد، حتی در محبت هم شرک است. چطوره که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که تعب عبد الدیناری، یعنی که بنده دینار نابود شد، بنده دینار نابود شد. ببین رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که بنده پول و زر و دلار و سامانی و روبل نابود شد. چرا گفت بنده ای؟ زیرا اینکه چنان اون رو دوست می‌دارد اون مال را از الله جل جلاله ده دیده زیادتر. رسول الله میگه تعیس عبد الدینار و درهمی و القطیفه و الخمیصه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که نابود شد بنده دینار و درهم و بنده پارچه های نفیس و با عزت و قیمت بها. و القطیفه یعنی پارچه ها لباس هایی که بسیار قیمت، مثلا امروز بگیم کستون و بروک های قیمت، کسانی هستند کستون و بروک کستون و بروک را دوست می‌دارد، لباس های قیمت بها می‌رود می‌خرد و چقدر قیمت باشد همونش را رفته برای خود اختیار میکند. یعنی که رسول الله میگه که بنده انا همون لباس های قیمت و الخمیصتی و یا لباس هایی که زیبا هستند، خمیصه لباس های زیبا و قیمت بها. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اینها همه نابود شدند و هلاک شدند. این اعطی رضی و این لم یعط لم یرضى. اگر که همون چیزی را که میخواهد، یعنی کسی که بنده دلار و روبل و سامانی است، وقتی براش سامانی و دلار داده شد خرسند می شود، وقتی براش داده نشد زیق می شود. کسانی که دوستدار مال و پول است، دوستدار لباس های قیمت بها است، وقتی همون لباساش براش دادی دوستت می دارد، راضی می شود. اگر ندادی راضی نمی شود. اینها رو میگن عبد الدینار، بندگان دینار و کسانی که دینار را می پرستند. الله سبحانه و تعالی در سوره حج آیت 11 میگوید و من الناس من یعبد الله على حرف و من الناس من یعبد الله على حرف. یعنی بعضی از مردم هستند که الله جل جلاله را عبادت میکنن به یک جانب، بر یک جانب، بر یک حاشیه الله جل جلاله را عبادت میکنن. فإن اصابه خیر اطمأن، فإن اصابه خیر اطمأن به. پس اگر خیر براش بیاید دلش آرام می شود. اگر یعنی کسانی که الله را صدقا نمی پرستند، وقتی خرسندی می آید، وقتی سمدار می شود، مشکلی بالاش نمی آید، خلاص اطمئن به، آرام می شود، آرامی را گویا آرام می شود. چرا؟ زیرا اینکه مشکلی بالاش نیامده است. و این اصابته فتنتون، اگر مشکل و بلای مصیبت بالای سرش بیاید، انقلب علی وجهه، پس اون انسان روی میگرداند، خسر الدنیا و الاخره، پس این انسان دنیا و آخرتش را از دست داده است. ذلك هو الخسران المبین، این انا همون ضرر آشکارا می باشد که انسان این طور الله را عبادت کند، یعنی در حاشیه الله را عبادت کند، به یک جانب الله را عبادت کند. یعنی خرسندی بیاد خلاص راضی است، عبادت چه میبینی میگه از این دیگر انسان با تقوا نیست. اما مورد امتحان قرار گرفت، بالاش مشکلات آمد، پرابلم ها آمد، پس دیگر این انسان انقلب علی وجه، روی میگرداند، دیگر از عبادت هم روی میگرداند، از الله هم روی میگرداند،
از همه چیز روی میگرداند و صبر و تحمل نمی کند در مقابل اون فتنه ها و این مشکلات. و رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که الشرک بالله، یکمین هلاک کننده ها این شرکی به الله جل جلاله می باشد. اولین چیزی که انسان را هلاک میکند اون شرکی به الله جل جلاله است. دومین هلاک کننده چی است؟ و سحر. دومین هلاک کنندگان و هلاکت آور این سحر است. سحر یعنی چی؟ یعنی جادوگری. کسی که جادوگری میکنه، چطوری که الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیت 102 در این باره درباره جادوگران و کسانی که جادو میکنند درباره اونها الله سبحانه و تعالی برای ما و شما بیان کردگی هست. و کسانی که سحر و جادوگری میکنند این به دو قسم تقسیم میشود. یعنی سحر و جادو کردن به دو قسم تقسیم است. یکمین قسمش که کسی سحر میکند با کمک گرفتن از روح و از شیطان و با انجام دادن چیزهای کفری، یعنی ساحری که عملهای کفری را انجام میدهد تا اینکه شیطان نزد اون بیاید و اون را یاردم و کمک بکند. این نمود سحر کردن این کفر است، این حرام است. این حرام و کفر یعنی که انسان صاحبش کافر می شود، کسی که از شیطان کمک میگیرد در سحر کردن. اما دویم نمود سحری که کفر نیست. او چی نمود سحر است؟ یعنی که سحری که کفر نیست اما گناهی کبیره است. کفر نیست اما گناهی کبیره است. کسانی که مثلا چیزهای غریب و عجیب می نویسند، کارهای غریب و عجیب میکنند، اصلا خودشون میدونن این سحر نیست، اما به خاطر فریب دادن آن طرف این کارها رو میکنن. در این صورت این عمل گناهی کبیره هست اما کفر نمی باشد. اما گناهی کبیره است. حکم جادوگر در اسلام این است که اون باید کشته شود. اون انسان کشته شود. به خاطر چی؟ به خاطر آنه که اون انسان در کفر افتیدگی است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که حد ساحر ضربه بالسیف. حد ساحر ضربه بالسیف، یعنی که مجازاتی انسان ساحر جادوگر این است که او را با شمشیر بزنند، این او را بکشند. یا در روایت دیگه میگه ضربتون بالسیف، یعنی با کارد زدن است، کلش گرفتن است. انسان ساحر را مجازاتش سرش را زدن می باشد. انسان اگر که در قسم اول باشد، یعنی که کفر بگیم از شیطان کمک بگیره، او را سرش میزنی، کشته می شود، سرش زده می شود. اما دویم نمودی سحر که این کفر نیست اما حدش چی است؟ حدش کشتنش است. همچنین میکشیمش، اما با چی طریق؟ به طریق اعدام دارش میکشند. ساحری که سحرش به درجه کفر نرسیده است اون را دار میکشند. اما سحرش به درجه کفر باشد، یعنی که از شیطان کمک گرفتگی باشد، در این صورت سرش به کارد زده می شود. چرا کشته می شود ساحر؟ سببش در چی است؟ الله سبحانه و تعالی در سوره مائده آیت 33 می گوید انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. هر آینه پاداش و مجازات کسانی که با الله و پیغمبر می جنگن و یسعون فی الارض فسادا، در بالای زمین فساد میارن، ان یقتلوا، الله سبحانه و تعالی میگه باید کشته شوند. پس ساحران همون فساد آورندگانی بالای زمین هستند. ساحرها فساد آورندگانی بالای زمین هستند که الله میگه ان یقتلوا، باید کشته شوند. او یصلبوا، یا به دار آویخته شوند. او تقطع ایدیهم، یا بریده شود کسانی که در بالای زمین فساد میارن، دزدی میکنن، دستشان باید بریده شود. و ارجلهم و پایهایشان باید بریده شود. من خلاف، برخلاف یکدیگر، یعنی که دست چپشو پای راستشو
برعکس یکدیگر را دست راست و پای چپ باید بریده شود. او ینفو من الارض، یا تبعید شود یا دور گردانده شود از اون سرزمینی که زندگی میکند. از اون سرزمینی که زندگی میکند از اون سرزمین باید دور گردانده شود. پس این هست مسئله سحر. یعنی سحر، ساحر کشته می شود، ساحر کشته می شود. اما چی طریق کشته می شود؟ اگر که سحرش به درجه کفر باشد با شمشیر سرش زده می شود، اگر به درجه کفر نباشد اعدام کرده می شود. این دومین مهلکات بود، دومین هلاکت آور. سومین چیزی که هلاکت آور هست و قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، یعنی کشتن نفسی که الله جل جلاله حرام گردانده است مگر با حق. مگر با حق کشتنش جایز است، اما بدون حق کشتنش ناجایز و حرام است. یعنی یک کس را کشتن حرام است. کی را کشتن حرام است؟ یک مسلمان را کشتن حرام است. دوم کافر ذمی را کشتن حرام می باشد. سوم کافر هم پیمان را کشتن حرام است. چهارم کافر پناهجو را کشتن حرام است. دقت دادید؟ این 4 نمود انسان ها را کشتن حرام است. پس مسلمان معلوم که کی است؟ مسلمان کسی که اسلام آورده کشتنش حرام است. کافر ذمی کی است؟ کافر ذمی اون کافرایی که در دولت اسلامی زندگی میکنن، در یعنی که شهروندانی دولت اسلامی هستند، اونها کافرای ذمی هستند. اونها نلاگاشون میسپارن، جزیهشون میسپارن، در دولت اسلامی زندگی میکنن. اونها را کشتن حرام است، ناجایز است که اونها کشته شود. دوم کافری که هم پیمان است، کافری که با ما در جنگ نیست، اون کافری که با ما نمی جنگد، نه جنگیده ایستاده است، هم پیمان است که نباید بین ما مسلمانان و بین اون دولت کفری و اون کافرها جنگ شود، جنگ نمی شود، رفت آمد با صلح و امان هست. پس اون کافر همچنین کشتن حرام و ناجایز است. تکفیری های خبیث امروز چقدر کافرای هم پیمان را به قتل می رسانند که این خبیثان از اولش در فساد بودن، تا به حال هستند و تا روز قیامت در فساد خواهند ماند. این خبیثای تکفیری ها. به هر صورت کافر هم پیمان را کشتن همچنین حرام است، جایز نیست. و چهارم کافر پناهجو را، یک کافری که از دولت خودش آمده است به نزد مسلمانان، یک مسلمان اون کافر را گفته که این در زیر ذمه من، در زیر دست من است، هیچ کس این را آزار ندهد. این را میگن کافری پناهجو. کافر است، آمده است یک مسلمان گفته است این در زیر دست من است، این کافر را هم کشتن حرام و ناجایز و نادرست می باشد. الله سبحانه و تعالی در سوره توبه آیت 6 میگوید و این احد من المشرکین استجارک، اگر کدام از مشرکین از تو پناه بخواهد، از تو پناه که خواست، فاجره، پس اون را پناه بده. چرا؟ حتی یسمع کلام الله، تا اینکه سخن الله را، سخن الله جل جلاله را بشنود. به خاطر سخن الله جل جلاله را بشنود، برای این تو اون را پناه بده. ثم ابلغه مأمنه، بعد اون را به جایگاه امنش برسان. یعنی که دیگر مسلمانان با نکشندش، به جای امنش برسان، زیرا که در دست دیگر مسلمانان، مخصوصا در دست تکفیران نافتد که تکفیریان نکشد آنها را. پس میگوید که اونها را شما چکار کنید؟ مکان بدهید تا اینکه سخن الله را بشنود. یعنی مکان بدهید، درباره دین در واقعشان گپ زنید، مسجد را نشان بدهید، مسلمانان را نشان بدهید و رفتار مسلمانان را نشان بدهید. این در مسئله جا دادن کافر. خب این سومین مهلکات بود، کشتن نفسی که الله حرام گردانده است. پس این 4 نمود نفس را کشتن حرام است. اما مسلمان را کشتن در صورتهای معین جایز است. کدام صورت است؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیثی که امام مسلم روایتش میکند از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه، رسول الله صلی الله علیه وسلم میگوید لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، یعنی که حلال نیست خون مسلمان
مگر در سه حالت. مسلمان اگر این سه گناه را مرتکب شد خونش به حدر می رود، خونش به حدر می رود، کشتنش جایز می شود. اون کدام حالت ها است؟ یکمش الثیب الزانی، یعنی مردی یا زنی شوهر دیده یا مردی زن دیده که زنا می کند، پس اون زناکار کشته می شود. اگر زن دیدگی باشد، نکاح را دیدگی باشد، اما اگر زن گرفتگی نباشد حکمش این شلاق زدن است، دره زدن است. اما اگر که زن گرفتگی باشد، زنا که کرد، حکمش قتل می شود، خونش به حدر می رود. یکم حالت. و دوم و نفس و بین نفس، یعنی دوم طایفه مردمی که خونشون به حدر می رود، النفس و بین نفس یعنی قصاص است. یک آدم یک کس رو می رود می کشد، یک مسلمان دیگر رو می رود می کشد، پس این قاتل رو همچنین خونش به حدر می رود. این سه حالت دارد. صاحبان اون میت میتونن که این قاتل رو بکشن، یا میتونن که از این قاتل دیه بگیرن، یا میتونن که این قاتل رو ببخشن. سه حالت دارد صاحبان اون میت. اما از حالتایی است که خون اون انسان به حدر می رود، می شود خون اون مسلمان ریزانده شود در این حالت هم. و سومین حالت و تارک لدینه المفارق للجماعتی، کس دینش را ترک کرده است و از جماعت مسلمانان جدا شدگی است، از جماعت مسلمانان جدا شدگی است، یعنی کسی که مرتد شدگی است. مرتد را همچنین خونش به حدر می رود، کشتنش، مسلمانی که از دین روی می گرداند مرتد می شود، خونش به حدر می رود. چطوره که در مسئله زنا کردن رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کرد اون زنی که از غامدیه بود، اون زن غامدی را برای زنا کردنش حکم قتل را جاری کرد رسول الله صلی الله علیه وسلم. همچنین ماعز ابن مالک که رسول الله صلی الله علیه وسلم حکمش کرد برای زنا کردنش به قتل، زیرا که اون قتل سبب می شود که اون انسان را گناهش بخشیده می شود و در روز قیامت سربلند خواهد گشت، برای در دنیا حکم شرعی بالای اون جاری شد. الله سبحانه و تعالی برای یک گناه انسان را دو بار عذاب نمی کند. وقتی در دنیا عذابش را دید، در روز قیامت مخصوص برای همون زیناش عذابش نمی کند. اما دیگر گناه ها باشد شاید عذاب کند، شاید الله سبحانه و تعالی ببخشدش. پس این بود سومین حالت. و چهارمین حالت و اکل الربا، و چهارم خوردن ربا. رباخوری همچنین حرام است. خوردن ربا حرام می باشد که انسان ربا بخورد. ربا خوردن حرام است. و بعد از این و اکل مال الیتیم، درباره ربا درست صحبت و طولانی صحبت نمی کنیم، زیرا اینکه باب بعدی درباره ربا هست، درباره ربا باب بعدی است. پس در اون باب با تفصیل درباره ربا صحبت خواهیم کرد. و اکل الربا، خوردن ربا از چهارمین مهلکات است. و پنجمین هلاک کنندگان و اکل مال الیتیم، خوردن مال یتیم است. مال یتیم را خوردن همچنین حرام است و ناجایز است. پس جای دلیل همین است. امام نووی رحمه الله این حدیث را برای ان همین شاهد آوردگی است. ان همین جاش دلیل است که خوردن مال یتیم از مهلکات است، انسان را هلاک میگرداند. بعد از این و تولی یوم الزحفی، یعنی پوش گرداندن و فرار کردن در روز جنگ از میدان جنگ. در روز جنگ از میدان جنگ فرار کردن همچنین حرام و ناجایز و نادرست می باشد. حرام و ناجایز و نادرست می باشد که انسان در روز جنگ فرار بکند. در روز جنگ فرار بکند، این حرام است، یا میدان جنگ فرار کند. اما فرار کردن به خاطر تاکتیک جنگی باشد، یعنی که قفا ایستاده دویم باره هجوم کردن، در این صورت قفا رفتن عقب نشینی کردن جایز است، تاکتیک جنگی. اما فرار که بگریزد این حرام است. چرا؟ زیرا که این دو ضرر دارد. یکم ضررش این است که مسلمانانی که در اونجا هستند دل شکسته میشوند، اون مسلمانان هم شکست میخورن وقتی میبینن رفیقاشون گریخته ایستاده است. و دوم ضررش این است که اون کافران میبینن که چند مسلمان گریخته ایستاده است،
اونها شادی و خرسندی را برپا میکنند و در دل اونها شجاعت و غیرت پیدا می شود، بالای مسلمانان هجوم را زیادتر میکند. پس این ضررهای فرار کردن از میدان جنگ است. از این حساب است که فرار کردن از میدان جنگ از موبقات از انسان را هلاک میگرداند. بعد از این و قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، یعنی که و هفتمین و آخرین مهلکات هلاک کنندگان، این تهمت بستنی، تهمت به زنا کردنی المحصناتی، یعنی زنهای پاک دامن، المؤمناتی، زنهای مسلمان، الغافلاتی، زنهایی که بیخبر از آن زنا و بیخبر از آن معصیت هستند. زنا را در گردنشون بار میکنن که فلان زن زنا کرد، تهمت میبندن. این انسان تهمت میبستگی هم همچنین در این مسئله یعنی که از جمله مهلکات هست، یعنی هلاک می شود. انسانی که تهمت میبندد اون انسان هم همچنین هلاک خواهد شد. زیرا که انسان وقتی که تهمت میبندد، چی مرد باشه چی زنه، حتی یک مردی پاک دامن هم اگر یک از بگوید که فلانی زنا کرد، بر دروغ تهمتش ببندد، اون انسان هم همچنین قذف کردگی است. یعنی که یک انسانی که تازه از زنا است، او را تهمت به زنا زدگی است. پس این حرام است و این از جمله هلاک کنندگان می باشد، از جمله هلاک کنندگان می باشد. و در مسئله کسی که تهمت می بندد به زنا، اون انسان رو باید 80 دره بزنن اگر که شاهد آورده نتوانند، و یکم 80 درهش میزنن. دوم اون انسان تهمت بستگی را دیگر از عدالت خارج می شود، یعنی که اون انسان دیگر عادل نیست و اون انسان از جمله فاسقین شناخته می شود و شهادتش را دیگر اون انسان به زنا تهمت بستگی را شهادتش را قبول نمی کنند، شهادتش را قبول نمی کنند. الله سبحانه و تعالی در سوره نور آیت 4 میگوید والذین یرمون المحصنات، یعنی آن کسانی که تهمت میبندند زنهای پاک دامن را، به زنا تهمت میبندند، ثم لم یأتوا باربعه شهداء، بعد میگه 4 تا شاهد آوردن نمیتوانند، 4 شاهد نمیارن، فجلدوهم 80 جلدة، الله سبحانه و تعالی میگه 80 درهش بزنید. دیدید کسی که تهمت به زنا میبندد و شاهد آورده نمیتواند، 80 دره زده میشود. این یکم. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، شهادت اونها هرگز قبول کرده نمیشود، شهادتشون دیگر قبول دیگر گواه شده نمیتوانند، دیگر شاهد شده نمیتوانند. و اولئک هم الفاسقون، الله سبحانه و تعالی میگن اونها همون فاسقان بدبختان میباشند. پس این آیت دلیل است برای کسانی که تهمت میبندند 80 دره باید زده شود و فاسق شماریده می شود. الله میگه و هم الفاسقون، اولئک هم الفاسقون، و همون فاسقان هستند و شهادت چون قبول کرده نمی شود انسان هایی که یک مرد را یا زن را تهمت به زنا ببندد، یعنی که اون مرد یا اون زن زنا نکرده است اما این تهمتش میبندد، پس در حکمش همین است در اسلام. این حدیث متفق علیه است. اما در مسئله و تولی یوم الزحف، یعنی که فرار کردن از میدان جنگ، این حرام است. دلیلش سوره انفال آیت 16 می باشد. الله سبحانه و تعالی در سوره انفال میگوید و من یولیهم یومئذ دبره، کسانی که در آن روز، در روز جنگ، پشتش را میگرداند و میگریزد، الا متحرفا للقتال، مگر کسی که متحرف به قتال است، یعنی تاکتیک جنگی دارد، قفانشینی کند برای تاکتیک جنگی، الی فئة او متحیزا الی فئة، یا نزدی برای پیوست شدن به گروه دیگری قفا بگردد، یعنی در حالت جنگ است و پیش رفتگی است و عقب نشینی میکند تا اینکه قطعی رفیقاش همراه شود، در این صورت عقب نشینیش جایز است. یا عقب نشینی میکند همچون تاکتیک جنگی، در این صورت عقب نشینیشون هم جایز است.
الى فئه فقد باء بغضب من الله و مأواه جهنم. اما اگر اون عقید نشینیش این دو حالت رو نداشته باشد، یعنی فرار باشد، گریختن باشد، پس اون انسان در غضب الله جل جلاله گرفتار شدگی است و مأواه جهنم، اون انسان را جایگاهش دوزخ می باشد و بئس المصیر. چی قدر این راه راهی بد است، چی قدر این راهی بد می باشد، جهنم چی قدر راهی بد می باشد. پس این بود دلیل درباره روی گرداندن در روز جنگ از میدان جنگ اون انسان را دوزخی میگرداند، مگر در دو صورت عقب نشینیش جایز است. یکمش تاکتیک جنگی باشد و دویمش برای از رفیقاش پیشتر رفتگی باشد تا اینکه رفیقاش در همراه شود، پیوست شود، خفاتر بیستد، این در این وعید داخل نمی شود. در غیر این اگر فرار کند گفتم دو ضرر دارد، از این حساب این حرام و ناجایز است. گفتم این حدیث متفق علیه است. الموبقات، امام نووی رحمه الله میگه موبقات معناش المهلکات، یعنی چیزهایی که هلاک کننده هستند، چیزهایی که هلاکت آور می باشند. پس این بود بابی با شدت حرام بودنی خوردن مال یتیم. پس این باب به آخر رسید. بابی نو شروع می شود، باب تغلیظ تحریم ربا، یعنی باب در مسئله بسیار سخت و با شدت حرام بودنی ربا خوری بسیار با شدت حرام است. پس این باب را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. درس امروزه را در همین جا به پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.